سلام دوستای عزیز. یک وقت با کسی پیام میدن یا چت میکن، نمیخواین اون پیام و چت چون کسی ببینه، حتی رو صفحه واتساپ هم ظاهر نشه. خب میریم با هم انجامش میدیم. همینجا رو واتساپ ضربه میزنین، دوباره اینجا یک نفر رو انتخاب میکنین که اون قلف کن. دوباره همینجا رویش فشار دارین نگه میدونین تا این تیکه به بعد دوباره همینجا روی این سه تا نقطه میزنین. اینجا قلف کردن گفتگو، رو اینجا ادامه رو میزنین. اینجا قلفتون انتخاب میکنین هر جوری که خودتون بخواید. ما مثلا گوش انتخاب میکنم. خب اینو دیگه الان اینجا دیده نمیشه، نگاه کن اینجا دیگه دیده نمیشه. با صفحه گوشی رو در پایین میکشین، این جین بالا هستش. اینجا دوباره روی موزیک گفتگوی قلف شده از ضربه میزنید، باز اینجا رمز میخواد شما اینو میزنین. خب این میتونین الان باهاش پیام بدین. دوباره اینو میخواین از این حالت بکشین، یعنی از این قلف کردن بکشین. همینجا دوباره رویش فشار دادن نگه میدارین، دوباره همینجا روی این سه تا خط این باز کردن قلف گفتگو رمز خونه دوباره دیگه